ولله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. در دوامش الله تعالی گفت که و حق الله است بر ذمه مردم اینکه خانه کعبه را زیارت کنند. حج البیت، حج اصلا در لغت عرب به معنای قصد است، یعنی زیارت. زیارت کنن این خانه را. من استطاع الیه سبیل، کسی که قدرت سفر دارد، قدرت رفت و آمد را دارد، این آدم باید در عمرش یک مراتبه حج خانه الله تعالی کند. و این دلالت به حتمیت بودن حج در عمر یک مراتبه میکنه این آیه. بعضی علما رحمت الله علیهم گفتند که عادتا الله تعالی یگان عبادت را اگر فرض کند، میگوید که همین عبادت برای شما فرض شد، مانند در روزه گفت که کتب علیکم الصیام، روزه برای شما فرض گردانیده شد گفت. یا اینکه فلان عمل را اجرا کنید گفت، سپارش داد. یک سپارش دلالت به فرضیت میکنه، لیکن در این آیه 10 وجه برای فرض بودن حج آمده است. از جمله الله تعالی حق خودش را هم یادآوری کرد. حق الله است که بر ذمه مردم حتمی است که یک مراتبه حج کنند. خودش را هم یادآوری کرد. و این چنین گفت که و من کفر، کسی که نگفت که سرکشی کرد، نافرمانی کرد، اطاعت نکرد، نگفت، بلکه گفت که و من کفر، کسی کافر شود گفت. این بسیار صیغه تکان دهنده است. بنابراین در نصوص شریعت، در قرآن و سنت، گاه بعضی گناه های کبیره را به اطلاق کفر الله تعالی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم به او اطلاق کفر کردند. خیلی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسی در حالت ناپاک بودن همسرش یا در حالت اسقفا اگر رفت و آید یا به نزد سحرگر رود، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، در حقیقت کافر شده است به آنی که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شد، یعنی به قرآن کافر شده است. حالا که کسی که این عملی زشت را اگر اجرا کند، یعنی با اجماع علما کافر نمیشه مادامی که حلال نشمارد. یک گناهی کبیره را الله تعالی پیامبر صلی الله علیه و کفر گفت. و اینجا الله تعالی و من کفر، کسی که به حج نبیاید نگفت، کسی کافر شود گفت. یعنی کافر به نعمتهای الله تعالی. الله تعالی پول داد است، سلامتی داد است. چقدر انسان ها میخواهند که صحت سلامت باشند و نشسته توانند و زیارت خانه کنند. یا چقدر انسان ها، علل خصوص من بابای گذشتگان ما در زمان شوروی و تا به نزدیکی ها، آنهایی که حج کردند از آنهایی که حج نکردند کم هستند. کسی حج فرضی کرده است بسیار کم است. کسی که حج فرضی نکرده است خیلی و بسیار است. و من کفر، کسی کافر شود گفت الله تعالی. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در یک حدیث گفتگی هستند کسی قدرت دارد و حج نمی کند فلا علیه ان یموت یهودیا او نصرانیا، کسی که قدرت حج رفتن دارد و حج نمی کند او خواهد یهودی وفات کند، خواهد نصرانی. یعنی یک اسلوبی سخت. حضرت عمر هم گفتن که خواستم که به رئیسان شهر، امیرهای شهر مکتوب کنم که بینن در شهرهای ناحیه هاشون کدام انسانی که قدرت حج رفتن دارد و حج نمیرد، یضرب علیهم الجزیه معهم بمسلمین معهم بمسلمین، بر آنها جزیه زنن، اونها مسلمان نیستن، اونها مسلمان نیستن. و حالا اون که با اتفاق 4 مذهب، هم مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و مذهب امام مالک و مذهب امام شافعی و مذهب امام احمد رحمت الله علی الجمیع، کسی که اگر از روی تنبلی یا از روی بخیلی به حج نرود، لیکن داند که حج فرض است
ولی حج نکند، سال آینده پول کمتر زیاد شد، بعد گفته نرود، او کافر نیست میگن. یعنی 4 مذهب اتفاق کردن که کسی حج نمی کند، پول دارد، شرایط دارد، سلامتی دارد و حج نمی کند، فرضیتش هم این کار نمیکنه، میگه حج فرض است، اونی که حج نکند در نزد 4 مذهب کافر نمیشه. لیکن الله تعالی میگه و من کفر فان الله غنی عن العالمین، کسی که اگر کفران نعمت کند، الله برای او پول داده، سلامتی داده و نرود، الله تعالی از تمام عالمیان بی حاجت است.